بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علیرضا اکرامیان هستم، مسئول سامانه داوطلبی خیر ایران. ما در قسمت قبلی با هم به این گفتگو نشستیم که یک سری تصورات اشتباه در حوزه کار داوطلبی وجود داره و به اثر کار داوطلبی مختصرا در اجتماع به صورت کلان گفتگو شد در موردش و امروز در خدمت شما هستیم با فصل اولمون از کارگاهی که پیش رو داریم و قراره که درباره آمادگی سازمان و هماهنگی داوطلب به گفتگو بنشینیم. خب مستحضرید که واقعا یکی از مسائل مهمی که حالا من اینجا گوشزد میکنم خدمتتون اینه که تصور نداشته باشیم که کار داوطلب، جذب داوطلب پدیده‌ای ساده است و لزوما باعث کاهش هزینه‌های سازمانمون میشه در روزهای اول، در ماه‌های اول یا در اون گام‌های اول. بهتر از این تعبیر استفاده کنم. شاید در گام‌های ابتدایی هم ما نیاز داشته باشیم که هزینه‌هایی هم بکنیم. بالاخره اقل کار اینه که نیروی داوطلب یک سیستم میخواد یا حتی در اشل‌های در انواع دیگه از دردسرها ممکنه به تعارض منافعی بخوره، تعارض با کارمندانی بخورن، ممکنه کارمندان اشکال تو فرآیند کارشون ایجاد بشه و داوطلب رو مزاحم بدونن. بالاخره موارد متفاوتی هستش که ممکنه تو حوزه داوطلبی داشته باشیم. علی ای حال بدانیم که فرآیند کار داوطلبی به این شکل نیستش که لزوما باعث کاهش هزینه ها بشه. ممکنه که برای ما حتی هزینه هایی رو هم به همراه داشته باشه. ما اینجا میخوام یه سری نکات رو با هدف اصلاح نگاه مدیران به امر داوطلبی در سازمان ها به خدمتتون ارائه کنیم. خب طبیعتاً هم QR کد این رویداد، لینک رویداد و هم فرم های مربوط به هر قسمتی که طراحی شده و در اختیار شما قرار میگیره به واسطه همون QR کدی که در زیر میبینید. توی سایت سازمان داوطلبی هم فرم ها موجوده. اما سازمان اول از همه باید تغییر رویکرد ذهنی و ساختاری بده در خودش. اگر که به هر دلیلی حضور داوطلب رو مزاحم فعالیت‌های خودش میدونه، به طور مثال فکر میکرده که داوطلبان ممکن هستند که مزاحم کارکنانشون بشن یا حفره قدرتی در میان داوطلبان و کارمندان سازمان شکل بگیره، یا به طور مثال این تصویر رو داشته باشند که حضور داوطلب ممکنه بار اضافه‌ای بر سازمان داشته باشه. واقعیت امر اینه که ممکنه همه اینها باشه ولی نبودشون رو هم میشه مدیریت کرد. یعنی اینکه من به عنوان یک مدیر خیریه اولویت من این باشه که داوطلب بگیرم، عرض میکنم نه به هر قیمتی، ولی با کوچکترین اشکالی هم نباید پرونده جذب داوطلب در خیریه رو بست. ما برای اینکه ببینیم یک سازمانمون در چه وضعیت آمادگی برای جذب داوطلب وجود داره، فرمی رو طراحی کردیم به اسم فرم خودارزیابی سازمان که در اون فرم حالا ما در کارگاه حضوری با هم می‌نشینیم و این فرم رو قدم به قدم پر می‌کنیم. اما در این فرم موارد مختلف رو توش در نظر گرفتیم که با امتیازدهی به موارد میتونیم بسنجیم واقعا که سازمانمون تو چه وضعیتیه. ما حتی در اون فرم هم اگر حضور ذهن داشته باشم نگفتیم کار داوطلبی تعطیل. اولین گزینه اونه که کار میکرو داوطلبی کوچک و پایلوت انجام دهیم در سازمان. یعنی ممکنه سازمان در آمادگی کامل نباشد برای انجام پروژه بزرگ و در ازاش بتونیم با یک سری کارهای کوچک و زود بازده جذب داوطلب بکنیم و بعد از اون جذب داوطلب که اتفاق بیفته کم کم سازمان خودش رو وفق میده و طبیعتاً چالش هم هر کدومش راه حلی داره. یعنی شما فکر میکنید که ممکنه داوطلب لزوما هزینه بالایی داشته باشه، خب طبیعتاً میشه با
بودجه بندی و یه سری اتفاقات اون رو کاهش داد. فکر میکنید که مقاومت به تغییر ممکنه در سازمان وجود داشته باشه؟ خب میشه خیلی راحت با شروع کردن از پروژه های کوچک کار رو پیش برد. بالاخره برای هر مشکلی یک راه حلی وجود داره. مشکل لاینحل که بالاخره وجود نداره و میشه با کمی فکر یا همفکری یا مشاوره گرفتن مشکلات رو برطرف کرد. حالا ما به فرض که سازمانمون خواست قدم بگذارد در حوزه کار داوطلبی و اولین داوطلب خودش رو جذب کنه، آیا ما الان باید نیرو بگیریم برای هماهنگی داوطلب یا چی کار باید بکنیم؟ خب ببین، خیلی این پاسخ به این سوال که چه کسی وظیفه مدیریت و هماهنگی داوطلبان رو در سازمان من بر عهده داره منوط به حجم سازمان، بزرگی سازمان و فعالیت‌های سازمانه. خب طبیعیه یک سازمان با اندازه کوچک بهترین فرد برای این قضیه میتونه مدیر سازمان باشه، یا حتی مدیر سازمان میبینه که بابا من مدیرم، اما به طور مثال عرض میکنم رئیس دفتر من یا یکی از همکاران من قابلیت این رو داره که منابع انسانی رو مدیریت بکنه، ارتباطات، بازاریابی و رویدادهای ویژه رو میتونه برگزار بکنه، به توسعه استعدادهای خودش، اطرافیانش و نیروهای زیردستش اهمیت میده، یا براش مهمه که مشارکت اجتماعی توسعه داشته باشه، با یه خیریه دیگه راحت ارتباط میگیره، در ارتباطات رفت و برگشتی ارتباطات رو به راحتی کات نمیکنه، در دعواها اونها رو مدیریت میکنه، میفهمد که چگونه یک برنامه ای رو بنویسم یا بسنجم. آره که این میفهمد، اینایی که عرض میکنیم به معنی 100% نیست. شما باید شمه ای از این استعدادها رو در فرد ببینید و کار رو بهش بسپرید. میتواند ریسک های یک پروژه رو از پیش تا حد امکان طراحی بکنه، ببینه و برای تک تک ریسک ها بدیل و جایگزین یا اقدام عملیاتی در نظر بگیره، و از طرف دیگه هم مدیر خوبیه و از لحاظ مالی هم امین سازمان منه. خب این ویژگی ها ممکنه در یک سازمان کوچیک در مدیر وجود داشته باشه، در مدیر خود خیریه وجود داشته باشه، یا حتی ممکنه تو یک سازمان بزرگتر. اینها رو ما معمولا در معاونین منابع انسانی یا حوزه منابع انسانی خیلی از این استعدادها رو میبینیم، و هر فردی که این ویژگی ها رو داشته باشه میتونه به عنوان کسی که برای گام نخستین جذب داوطلب، به عنوان واژه بهتر بگیم که به عنوان همکار شما در فرایند داوطلبی و به عنوان نیرویی که در فرهنگ داوطلبی بهش میگن هماهنگ کننده داوطلب، میتونه این ویژگی ها رو داشته باشه. طبیعتا این فرد وظایفی هم بر عهده داره، از جمله جذب داوطلبان، آموزش اونها، نظارت بر اونها، گزارشدهی از داوطلب و به داوطلب، برنامه‌ریزی و ارزیابی، و همچنین اصلاح رویکرد سازمان یا در وهله اول مدیر سازمان و در مراحل بعدی حکمرانی سازمان نسبت به جذب داوطلب. و اگر یک نیروی داوطلب در یک سازمان رضایت داشته باشد از آن سازمان، حتی در آینده علاوه بر این که خودش به صورت گوله برفی افراد مختلفی رو میتونه جذب سازمان بکنه، سفیر شما باشه در موارد و جاهای مختلف، خود فرد هم میتونه حتی به یک اهدا کننده تبدیل بشه. و این خیلی مهمه که هماهنگ کننده داوطلب با علاقه، با شور وارد این حوزه بشه و به این کار اعتقاد داشته باشه، و حتی اون باید تلاش کنه تا کارمندان سازمان رو هم آماده بکنه برای این کار. عرض کردم تغییر حکمرانی در سازمان از یک پارادایم حکمرانی بدون داوطلب به یک پارادایم حکمرانی با داوطلب مستلزم این امره که عناصر مدخل در این پارادایم، منابع انسانی، زیرساخت‌ها و فرهنگ سازمانی رو دچار تغییر بکنه. حالا اینکه کدوم یکی از اینها
اول اتفاق میفته، کدوم یکی از اینها آخر اتفاق بیفته، یا اینکه این فرهنگ، یا اینکه از کجا شروع کنه با چه سیاست‌های. این یک قصه طولانی است که واقعا سازمان به سازمان، کیس به کیس باید مورد بررسی قرار بگیره. و یک کار مهمی که مسئول هماهنگی داوطلبان داره اینه که داده های داوطلبان را از لحظه ورود که میان ابراز علاقه میکنن و یک فرم پر میکنن تا لحظه خروج ثبت بکنه و حتی گزارشات کیفی برای هر داوطلب درج بکنه. این کار چه ویژگی هایی رو به ثمر خواهد؟ این کار یک اتفاق مهمی رو در سازمان رقم خواهد زد که باعث اول از همه میتونید شما تحلیل ماندگاری داشته باشید نسبت داوطلبان مختلفتون و ببینید که تو سازمان شما چه داوطلبانی با چه روحیاتی، با چه تیپ شخصیتی، با چه ویژگی هایی، در چه حوزه های کاری ماناترن. شاید شما تصمیم بگیرید که داوطلبان به نظر خودتون داوطلبان درونگرا برای حوزه کار مدیریت شبکه‌های مجازی براتون بهتر باشه و واقعا جز شاخصاتون بشه که از این فقط این افراد رو خاصتا برای این حوزه مورد مصاحبه قرار بدید. و شما وقتی داده داشته باشید و بر اساس داده های حاصل، یعنی داده هاتون حاصل از تجربه های مامضی یا آنچه که گذشته در سازمانتون باشه، به این وسیله شما می توانید تطبیق بهتری برای موارد آینده، حتی اگر داوطلب قدیمی باشه که اصلا بسیار عالی، یعنی شما بر اساس داده هاتون و شناختی که از داوطلب دارید طبیعتاً هی تطبیق پروژه به فرد بهتری انجام خواهید داد. اما وقتی داده ها رو کنار هم بذارید، حتی کیس جدیدی هم برای شما بیاد، شما به مراتب با دست بازتری می توانید انطباق بدید فرصت های داوطلبی طراحی شده‌تون رو تو سازمان به اون داوطلب بر اساس ویژگی ها و داده هایی که داره. و این خیلی مهمه. ما نقصی که واقعا وجود داره توی خیلی از سازمان هامون، داده به عنوان یک عنصر کلیدی، چه داده های کمی چه داده های کیفی، مورد توجه قرار نمیگیره. شما اگر همه استانداردهای رشد و تعالی یا کیفیت های سازمانی رو، ایزوها یا EFQM یا هر گونه استاندارد دیگر رو ببینید، واقعا ثبت داده و تحلیل داده محور یکی از در جداول امتیازشون بسیار جداول بالایی داره و این حوزه هم از این قضیه مستثنا نیست و خیلی دارای اثر هست. ثبت اتفاقات، ثبت ویژگی های مختلف و موارد مختلف در پرونده داوطلبان. خب ما دومین کارگاهمون که به فصل اولمون اختصاص داشت هم سپری شد. ما در آینده در خدمتتون خواهیم بود با یک سری نکات راجع به برنامه ریزی برای جذب. این که حالا ما عرض کردیم که سازمانمون رو آماده کردیم، یک فرد با اون ویژگی هایی هم که خدمتتون عرض شد در کنار خودمون داریم و اختصاص دادیم به کار داوطلبانه و حمایت و نگهداری و بازخوردگیری از داوطلبانمون. حالا میخوایم وارد فرآیندهای جذب داوطلب بشیم. خب ما دیگه بیش از این اطاله کلام نمی کنم. حتما شما رو دعوت میکنم که ویدیوهای گذشته ما و آینده ما رو به نظاره بنشینید، چون این گفتگوها امیدوارم که مفید باشه و پایه‌های اولیه ما برای ورود خیریه‌ها به عرصه کار داوطلبانه جدی‌تر از پیش باشه انشالله. خدا نگهدار.